امروز چهارشنبه 16 دکبر 2020 سال است. شامتان بخیر. آخرین تحولات امروزه تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. خبرهای این ساعت را از مسکو شروع میکنیم. امروز با اشتراک سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه نورالدین ساتورف بریفینگ برگزار کردید که آن بر ریاست جمهوری تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای در سال 2021 بخشیده شد. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات سفارت تاجیکستان در مسکو در این نشست نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و ناظران وسایل اخبار عمومی روسیه و منطقوی شرکت ورزیدند. گفته شد که تاجیکستان رئیسی را در سال جشنی وقتی که 20مین سالگرد سازمان همکاری شانگهای جشن گرفته می شود بر ذمه گرفت و اهمیت دارد که رشته‌های نیک همسایگی، دوستی و همکاری متقابلا سودمند را همزمان نگاه دارد. سفیر تاجیکستان در روسیه اعلام داشته است که تاجیکستان در دایره رئیسی خود نیت دارد در تطبیق هدف‌ها و وظیفه‌های مشخص علالخصوص تحقیم منبع گسترش متقابل داخلی سازمان و همکاری‌ها در صحبت‌های سودا، مالیه، سرمایه‌گذاری، نقد، انرژتیک، کشاورزی و عضوخواری همچنین میدان‌های تجارتی خردمیانه سمگذار باشد. در مسکو میمونیم و نشر خبری را مستقیما ادامه میدهیم. در شهر مسکو و ولایت مسکو کوفیسینت منطقوی که مقدار ماهانه پولی پاتنت را برای مهاجران مهنتی تشکیل میدهد کمی کاهش شد. ارزش نوین نرخ ماهانه پاتنت در قانون درباره وارد کردن تغییرات به بعضی قانون‌های شهر مسکو در ساحه انداز مقرر شده است. همین طریق حجم پاتنت در سال 2021 مثل سال 2020 باقی خواهد ماند و 5341 روبل را در شهر مسکو تشکیل خواهد داد. در ولایت مسکو باشد کوفیسینت منطقوی نیز از انداز از درآمد شخصان خارجی کمی کاهش داده شد. نشان دهنده‌های نوی اندازه پاتنت مهاجران مهنتی در قانون درباره مقرر کردن کوفیسینت انعکاس خصوصیت‌های منطقوی بازار مهنت ولایت مسکو برای سال 2021 ثبت شده است. طبق این قانون ارزش پاتنت در ولایت مسکو برای مهاجران نیز تغییر نخواهد یافت. آن در سطح سال 2020 باقی خواهد ماند و 5092 روبل را برای هر یک ماه در سال 2021 در بر میگیرد. تحولات آخرین امروزه تاجیکستان و جهان را شما مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. نارسایی مهاجران کره در بخش ساختمان را علاقه 50 منطقه روسیه اعلام کردند. طلبات عمومی تقریبا 190,000 کارگر را در بخش ساختمان در بر میگیرد. چون این معلومات را وزارت ساختمان فدراسیون روسیه پیشنهاد میکند. از آغاز پاندمی و چاره‌های اندیشیده شده قرنطینه بیش از 11.5 میلیون کارگران خارجی روسیه را ترک کردند. اکثر آنها جایهای کاری و منبع درآمد را از دست داده بنابراین ترک روسیه کردند. حالا فعالیت اکثر بخش‌ها از جمله اقتصادیات در روسیه تقریبا 100% برقرار کرده شده است، اما مهاجران کاری از تاجیکستان، ازبکستان و بسیار کشورهای دیگر نمی‌توانند از سبب بسته بودن مرزها دوباره به روسیه برای فعالیت مهنتی برگردند. معاون رئیس حکومت فدراسیون روسیه مراد خوسنالین قبلا قید کرده بود که امیدی که روس‌ها جایگزین کارگران خارجی در بخش ساختمان خواهند شد عملی نشد. حتی بالاترین معاش، بهتر شرایط کاری نیز جایهای خالی کاری ساختمانی را برای شهروندان روسیه جالبتر نکرد. در همین زمان میخائیل موسکوین معاون رئیس حکومت ولایت لنینگراد روسیه گفته است که بنابر نارسایی مهاجران مهنتی در بخش ساختمانی این منطقه ارزش خدمت رسانی‌های ساختمانی تقریبا 4% بالا رفته است. این در نوبت خود به بالاروی بی‌سابقه نرخ منزل در روسیه سبب گشته است. حالا یگانه امید مؤسسه‌های بناسازی و ساختمانی این قانع کردن درخواست وزارت ساختمان روسیه از جانب حکومت برای جلب متشکلانه مهاجران مهنتی در دوره محدودیت‌های پاندمی کرونا ویروس از کشورهای آسیای مرکزی میباشد، چون راه حل نارسایی قوه کاری را کارشناسان تنها در اجرای همین هدف می‌بینند.
در ادامه موضوع نورسایی مهاجران در روسیه، تعداد مهاجران در روسیه از اول تا اول ماه دکبر تقریبا 6 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. می‌نویسد ریا نووستی با استناد به دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه. همزمان قید کرده می‌شود که در 11 ماه سال روان نسبت به سال 2019 دو مرتبه کمتر شهروندان خارجی به قید مهاجرت در قید مهاجرت گرفته شدند. در روسیه سالانه از 9 تا 11 میلیون خارجی ها زندگی می‌کنند. امسال شماره مهاجران تدریجاً کاهش یافته، عین زمان 6.3 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند آمده است در آمار پیشنهاد کرده وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه. در این زمان تقریبا 1 میلیون نفر شهروندان خارجی در روسیه اجازت اقامت موقتی RVP و اجازت برای استقامت و انژه دارند. قید کرده می‌شود در رسالت وزارت کارهای داخلی. همچنین درج می‌گردد که شماره اجازتنامه‌های فوری برای شهروندان خارجی از جمله متخصصان بلند اختصاص تناسباً کاهش یافته است. قبلا رهبر پالات سودا و صنعت روسیه با پیشنهاد صادر کردن ورود مهاجران مهنتی به این کشور پیش از صنعت اختصاص و اعضای عائله آنها به حکومت فدراسیون روسیه مراجعه رسمی نمودند. وزارت ساختمان فدراسیون روسیه همچنین به نشر گرفته است که با پیشنهاد صادر کردن ورود به قلمرو روسیه برای مهاجران مهنتی جهت کار در میدان‌های ساختمانی به حکومت رسما مراجعه کند. یاد رسمی شوند که نورسایی قوه کاری طبق گفته‌های مقامات روسیه بنا به کم بودن مهاجران مهنتی امسال اساساً در بخش‌های ساختمانی، خودروی منزلی و کمونالی و ساختمانی خدمت‌رسانی بیشتر به نظر می‌رسد. نشر خبری آخرین امروزه تاجیکستان و جهان را در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما شما میشنوید. نمایندگی سازمان بین‌المللی مهاجرت در روسیه در یکجایی با فدراسیون روسیه و کشورهای آسیای مرکزی لایحه نوی را برای کمک به مهاجران مهنتی آغاز می‌نماید. تأسیس و راه اندازی این لایحه کمک رسان با وضع به عمل آمده است که مهاجران هنگام پاندمی کرونا ویروس دچار مشکل‌های زیاد گردیدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در دایره این لایحه چاره‌بینی‌هایی را تشکیل می‌کند که به کاهش دادن عاقبت‌های اجتماعی و اقتصادی پاندمی کرونا ویروس برای مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه نگراننده شدند. پیش از همه مختلف دینامیک مهاجرت و تقویت حمایت مهاجران مهنتی همچنین کمک به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در حل مشکلات اداره مهاجرت در شرایط مرزهای پوشیده و پاندمی کرونا ویروس در نظر است. در مسکو میمونیم. شما تحولات این ساعت را مستقیما نشنوید. حداقل نفقه برای مسکوی‌های بیکار که در پایتخت روسیه کمتر از 10 سال زندگی کرده‌اند از 1 ینوار سال 2021 از 20,000 روبل زیاد خواهد بود. در این باره شهردار مسکو سرگئی سابیانین در صحبت به رسانه‌ها خبر داد. از 1 ینوار نفقه حداقل با علاوه‌ها در یک ماه تا 20,222 روبل زیاد کرده می شود. گفته است سرگئی سابیانین هنگام سخنرانی در دومه قانونگذاری شهر مسکو. غیر از این سال آینده در مسکو حجم کمک پولی برای کودکان و کمک‌های اجتماعی برای پیرانسالان نیز تحقیق داده می شود. خدمات مربوط دپارتمان مهنت و حفظ اجتماعی اهالی مسکو به رسانه‌ها خبر داد که در سال 2018 اندازه استاندارد اجتماعی شهری برای درآمد حداقل نفقه‌خوان 12,500 روبل از ماه سپتامبر سال 2019 12,500 روبل را تشکیل داده. این طریق درآمد حداقل نفقه‌خوانی که بیکار است در مسکو در سال 2021 722 روبل زیاد گردیده، بعد 20,222 روبل برابر گردید. یاد رسمی شویم که مهاجران مهنتی که از کشورهای غیر اتحادیه اقتصادی اروپایی میباشند خود در روسیه برای گرفتن حق نفقه موفق شدن نمیتوانند، اما حکومت روسیه یک قطار تغییرات را راه اندازی کرد که مهاجرانی که از کشورهای این اتحادیه اقتصادی زیر نظر خود روسیه میباشند در صورت فعالیت رسمی نمودن و پرداخت کردن ماهانه پاتنت صاحب نفقه اجتماعی میگردند. شما نشر خبری امروزه با مهمترین تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان مستقیما در روی موج رادیوی موجر شنیدید. سلامت باشید.